ماشینی کیست؟ ندونم آخر. باز شما؟ این از آن شماست خانم سلن. بخشیش نفهمیدم. آخر با شما یک تحفه ناچیز گرفتم. یعنی در حقیقت بسیار ناچیز بوده است. این کلیدش است. اگر خواهید ماشین رو یک جای برانیم. این چطور اتسه؟ از حد گذرونی. خانم سلن فکر کردم که اگر ممکن باشد تو فکر نکن میلش، چون که تو از عهده فکری نقص کردن نمیبروی. عیب می شود خانم سلن. در اصل به شما عیب است. میلش بگذاری خیل باشد، از من نرنجید. این آدم رو بیده ماشین گرفته است. بیاداب. اینه که تو هم بیچاره رو پستی بد زدی. من تو رفتار خوب کردن خواست. رفتارش رو بلا زند. نه آخر مدام رفتار خوب کردنیست، برای چی گول نمیگیرد؟ برزگو از او رو بسیار ناراحت شدم. خانم سلن اگر اینها را از نام من قبول کنید من بسیار ممنون میشوم. ای بین چه خیلی گلدسته زیبا آورده است. شما مرا مسخره کرده ایستادید خانم سلن. بله من این گلها را از قبرستان روسا آوردم. اگر پای برده باشد، اگر نخواهید من این گلها را میپرتیم. این گلها گرچه ارزان باشند لیکن من اینها را با یک صمیمیت زیاد برای شما آوردم، اما تو شکستی دلم. ای سلین او خطا فهمید، بسیار عیب شد. به خدا بسیار عیب شد. ما باید همدن را با مسخره شدیم. یسلوید کسی مرا فریاد کرد؟ تو مرا فریاد کردی سلن؟ گلهایم رو بدهی. همه گل قبرستانه؟ بله. برای من نگرفته ای مگر؟ البته برای شما. غیر از شما لوین با کی گل میدید؟ تشکر زیاد که این گلهای نوتیز را قبول کردید. من می ندارم لوین جان. لوین جان؟ مرا جان گفتی؟ لوین جان؟ مرا جان گفت بغدا. اتختاری خاله سلن مرا جان گفت. ای بچه تو چیکار کرده ایستاده ای؟ تمام برادرم مرا خورسندی ما آغوش گرفتم. بیاش مرا یک آغوش بگیرم. چیکار کرده ایستاده ای برادر؟ سلن مرا لوین جان گفت. محبت را سلن باید آموخت که از که آشای چشمش بگیری هیچ جا را نمیبینه. خیر میبینم پسندد آمد. نی عزیزم چه علاقه دارد؟ نی عزیزم چه علاقه دارد؟ رفتیم. چی شد گبزن؟ گوش کن برادر، کمی سر اونم. آقای اکرم چرا به من زنگ میزند؟ لبای آقای اکرم. تو آدم نیستی. چی؟ نفهمیدم. تو آدم نیستی گفتم. اما چون در بین کودکی شد وضعیت تغییر مییابد. چی خیلی کودک؟ پدر میشوی پدر. پدر میشوم؟ حاله حامله است. من پدر میشوم. پدر گردم. شوکت بریز. شوکت من با مسجد ندارویم. استاد چی شد؟ یکم کس وفات کرد؟ نه استاد، بسرم یک سوال مهم آمد. خدایا تا با چی خیل تو آمدی تلخم را کفاندی. بپرس. استاد چرا ما خواب میبینیم؟ چی؟ خواب؟ چی شد؟ تو دینا شب خواب دیدی؟ نه استاد ندیدم. خواب پیشینه رو؟ نه پیش هم خواب ندیدم. هجری تو آخرین دفعه کی خواب دیدی؟ استاد آخرین دفعه من کی خواب دیدنم رو به خدا نمیدونم. تو آخرین دفعه کی خواب دیدن تو رو نمیدونی؟ باز اومده از من چرا ما خواب میبینیم گفته سوال میپرسی. نویس.
هجری شاید حیاتی بسر برده ایستادنمون یک خواب است. وقتی وفات کردنمون هنگامی به اون دنیا رفتن از این خواب برمیخیزیم. هجری این حیات یک خواب بوده میتواند. شاید حالا از سبب خواب دیدنم به این سوال جواب دادن نمیتوانم. آخر در خواب هستیم که از این جهت مانند خواب فکر کن. خیر من رفتم. من رفتم. آخر در خواب هستیم مانند خواب فکر کن. خدا راضی باشد استادی عزیزم. سرم آرام شده. علی جانم خبر راست است. خبر راست است. استاد تو اینجا چیکار میکنی؟ آخه کی به تو گفت؟ هیچ کس باید نمیگو وعده داده بودم. عشقا من خبر میشوم با فرزندان میشویم. بیسرم تو چی کار میکنی؟ نبیرم را میفتانی و حامله است. ای بابا جون. ای بابای تشکر زیاد. عشقم گوش کن. در بینمون یگان زن ندر اومده است. از راستی آخر یگان کس هم همراه شده نمیتواند. من به غیر از تو هیچ کس را دوست نداشتم، اما حالا باز دیگر کس را دوست میدارم. کودکمان را به خانه برگرد. برگشتم و برمیگردم، اما یک شرط دارم. مایلش بگو عزیزم. تو فقط بخواه عزیزم. بخواه از آسمان ها ستاره ها فرود آرم. بخواه در هوا با پوفک ها حله نویسم. آسمان ها را یک طرف گذار و زمین فرا. حالا آن زن هست کن او را از شبه به دیگر جا روان میکنی. اگر نشبه تو از آنجا میروی. فهمیدی؟ مایلش عشقم تو هر چی بخوای بکن. پس این طور باشد. مایلش برمیگردم. جان بله جماعت مسلمین، در معروضه امروزمون چقدر بازن زورآوری کردن در دینمون گناه است. در این باره صحبت میکنیم. نمک بسیار گناه دارم، اما تا امروز یگان زن را رنج و عذاب ندادم. در این باره دلم راحت است. آفرین، با تو این زیبنده است. عیناً همین خیلی دوام ده. مرا گوش کن. تو به این موضوع بسیار دقت کن. به خدا پاره پاره میکنمت. ای برادر خاموش شو، در مسجد هستی. بله جماعت گرامی، مقام زن در دین ما بسیار مهم است. فراموش نسازید، دینی که زنها را از ورطه زنده به زنده به خاک سپردن نجات داده و به زیر پایشون جنت را توتیا کرده است، نامش اسلام است. گوش اندازید، جناب پیغمبرمان در خطبه بدایش این خیل فرمودند: ای مردم، و شما حق زنها را رعایت کردن و در این خصوص از خدا ترسیدنتان را توصیه می‌دهم. شما زنها را همچون امانت خدا گرفته اید. فهمیده محترم جماعت؟ با خدا که داملو موعظه خوب میکرده است. با خدا در نزد داملو شرمندم. با خدا خوب شد که از سرداری پیشینم جدا شدم و با شما پیوستم. با این وسیله فرصت حقیقت رو دیدم به دستم اومد. بله. ای برادر آخری خیلی نمیشود. ایرج خب کن، چون دامولا در اینجا هست حقی گپ زدن نداری. گوش کنید محترم جماعت، جناب پیغمبرمون امانت خدا میگوید زنها را از همین سبب هنگامی به زن زورآوری کردنتان به امانت خدا خیانت کردگی حساب میشود. یعنی شخصی که نسبت زن یگان خطایی میکند، نسبت خدا یگان خطایی کردگی حساب مییابد. استاد و خدا که راست میگوید، اما چه خیلی خطابی گفته استاد این را نفهمیدم. میجری آن رو یگان جای نفهمش نیست. گوش اندازید، بیشتر من از اینجا یک نکته رو خونده بودم با شما رسوندم. راه جنت ارزانه، راه جهنم هم حتی لازم نیست. داملا، شخص نسبت زن خطا کننده را اول خدا نمیبخشد، بعد من نمیبخشم. چیزی که از دستم آید میکنم داملا. ای برادر تو چرا با موعظه داملا دخالت کرده ایستادویی؟ یا خدا توبه. ایرج کمتر خاموشی سو از برای خدا. اگر یکان خطاگی باشد داملا خودش مانع میشود. همین خیلی مگر در مسجد گپ میزنند خلیل. آخری خودش چی گپ؟ خاموش شودک نان آقای ایرج تمام. یکی وقتی که تو گپ میزنی ممکن است کو من گپ نزده ایستادم و شما خاموش استید گفته ایستادم. ای بستی در مسجد خیلی نمیکنن. خیر، ما هم گفتیم یگان گپی خطا گفتیم برادر.
حالا این طرفش رو خوب فهمیده محترم جماعت. مادرهایمون، اپاها، خواهرها و زنهایمون همه‌شون زن میباشن. یک شخص پستی بی‌ادب اگر با مادر و خواهر زن شما ضرر رساند شما چیکار میکنید؟ نابودش میکنیم داملا، نابود. از با دنیا آمدنش پشیمانش میکنیم داملا. خیر اگر بینیم که با یک زن ناشناسمون زورآوری کرده شدن چیکار میکنیم؟ داملا لطو کوب کرده استخوان‌هایش رو هم میشکنیم. این رو لطو کوب نگوییم آقای کانون، اما این رو با مدد زن رفتن گوییم. بله محترم جماعت، زنها با ما و با جمعیت از برای امانت خدا بودنش نسبت اونها همه وقت با احترام رفتار کردنمون لازم است. استاد شخصانی که با امانت خیانت میکنن آنها رو چیکار کنیم؟ آخر چیکار میکنیم دوستم؟ سر و بدن او را هم میشکنیم. داملا اگر اجازه دهید یک خاطره ام را نقل کردن بخواهم. شما خاموش نمیشوید خدایا توبه. ایرج داملا من یک دوست داشتم، بسیار دوستش می‌داشتم. یعنی قریب بود که عائله دار می‌شدیم. می‌دانید در آخر آن زن شیطانی کرده مرا فریب کرد. چخیل خار کردم، چخیل محو شدم، چخیل از پای افتادم. فهماندم بسیار دشوار است. خودم را به می بخشیدم. بعد از آن دختر یک خبر گرفتم که ترسیده فکر کرده است که به او یگان ضرر میرسانم. گریخته رفته است. چیزی نباشد در دین ما بازم دست برداشتن ممکن نیست داملا. دختر رو نکشتی اما با خونت آمده خودت رو کشتنی خواستی. و یاد بیار آقای کنعان دیوانه. با چی شد آقای کنعان؟ یا که با خودتان ضرر رساندنی بودید؟ آخر داملا آن طرفش رو آنقدر بیاد ندارم. آنجایش کمی آمیخته است. به خانه کلتکل از گفتنی یک دوست در آمده مرا به این حال آورد. داملا در مسجد در این باره گپ نمیزنیم. داملا در نتیجه به زورآوری نسبت زن با شدت مقابلم. یعنی زن مادر است، به هیچ زیر کدوم مادران است. جماعت مسلمین آقای کنعان یک مثال آورد. در این باره با او سپاسگزاری می‌نماییم. بله محترم جماعت، موعظه امروزه همون رو هم به پایان آورده رسوندیم. جمعه مبارک باشه. خوش آمده دامولازیا. خوش باشید خانم سیبا. مهمون سازی اصلا خوبم شیرین نکن. تو چی خیلی؟ با خوردن شیرینی های تو اومدیم. البته که از شتی دامولو گوزه دامولو. بخور چی که میخوری بخور، لیکن از من دور شو. بیای درایت. با خدا از این کودک بیزار شدم. یک گپ زنی این کودک رو بین. باز آمد. السلام علیکم. علیکم السلام. خوب هستی داملا؟ خوب هستم. شما چی خیر؟ رحمت. شما دیگه داملا اگر اجازت باشد شینم. البته به یگون مشکلی مرحمت. چی خیل شما داملا؟ خوب هستیم شکر خدا. داملا معویزه امروزتون عالی جناب بوده. بسیار غذای معنوی گرفتیم. خدا از شما هزارها بار راضی باشه. از همه داملا با گوشم یک دو چیز نافارم آمد. با خیرت آقای کنون، چی خبر بوده است؟ شما از خانم زهرا جدا می شده؟ پس گفته خبر بد تیز پهن شده از راست بوده است. معلوم که خبر تا با شما آمده است. داملا از دستمان برای خدمت چیزی که آید ما تیاریم. و خدا یگون کار برای کردن نیست آقای کنون. ما انسان ها دنیاهای گوناگون بودنمون رو قرار داده را همون رو جدا کردیم. یعنی شما اکنون خانم زهرا رو دوست نمیدارید؟ ها؟ دوست نمیدارم. چرا خندیدید؟ داملا با تشبیه هم خفه نشوید و این خیل نکنید داملا. آخر مؤمن برادری مؤمن است داملا. شما با خانم زهرا بسیارم عاشق هستید. بخیر است آقای کنون. این از کجا برآمد؟ داملا از یگان جا نبرآمد و از قلبتان فواره میزند. فواره آن از آنجا نمایان است داملا.
با خدا شما آن را خطا میبینید به فکرم آقای کنعان. این کارا نکنید داملا. ما هم دوست داشتیم، ما هم عاشق شدیم، اما یک بار دوست داشتم را از دست دادم. حالا باز او را یافتم داملا، اما او مرا دوست نمیدارد. چی شد؟ اصول با کار نآمد آقای کنعان؟ داملا به این حال من نگرید. کالتکیل از گفتنی بیشرف اگر مرا به این حال گرفتار نمیکرد مگر به اصول من احتیاج میداشتم داملا. اما شما از دست نمیدهید داملا. برای این چیزی لازم باشد از دستمان چیزی آید همه چیز را میکنیم. مانندی شما به یک آدمی محترم یگان فایده هم رسد. شاید خدا به من دستگیر کردن آن کلتکیلسی پدر لعنت را نصیب کند. انشالله آقای کنعان، انشالله. بخشش داملا، بخشش. یکی از دهانم بیرون شد. عذاب دارم در این خیال. حالا تو چیکار کنم داملا؟ خیر میلش، با اجازه شما. اجازه از شماست. تا باز. خدا حافظ. شما یکن این شما در شعبه پلیس روبرو شده بودید. اکاتون رو گم کرده بودید. بسیار غمگین شدم. دلم بسیار پاره پاره شد چون حال شما را دیدم. خدا رحمتش کنه. نه در بین خطا شده است. اکای من زنده است. ها همین خیل؟ بله. اوه بسیار خوب. انشالله در مدت بسیار کوتاه او را میابید. انشالله. تا باستید. خدا حافظ. السلام خانم بتون. السلام. مرا ببخشید اما شما کنعان را از کجا میشناسید؟ نمیشناسم، تنها یک بار در شعبه پلیس روبرو شدیم. تمام. یعنی از من خفه نشوید. او اونقدر راستی آدمی خوب نیست. اگر یکون بار دیگر با او روبرو شوید بسیار هم صحبت نشوید گفتنی بودم. آخر من با او هم صحبت نیستم. تنها درباره اکم یک چیز پرسید، من جواب دادم. تمام. به حیات داخل کرده همه چیز رو معاف کردن نمیخواهم. در اصل اکایی که سالها جستجو دارد دوست بودنش رو فهمد دنیاش تیره میشود. مرا دایم مانندی کودکیم به خاطر آورد. مادر ملیس بخیر است؟ میبینم بسیار خورسندی. بله خورسندم مادر جان. کمی گپ زن چی شد؟ امروز بسمی خوراکی نصفی روزی خوردم. بازو مرا به سیر و گشت دعوت کرد. بسیار عالی جناب خیر. درباره چی گپ زدی؟ همین خیل آنقدر گپ‌های مهم نزدیم اما امروز گویا که به من دیگر خیلی نگاه کرد. از اون امیدش رو کنده جوهری حقیقی را ده. انشالله همین خیل می شود مادر جان. همین خیل مادر و به میلیس دامولازیان نباید باز او را جدا شوند. به من کمک رسانید که آنها را آشتی کنانیم. ای میلیس تو از طرفی خطا نظر داری. کمی عقلت رو کار فرما. اگر زهرو از دامولازیا جدا شود در چشم آقای اکرم پس می شود. آخر مادر اگر زهرو از دامولازیا جدا شود من سمی را از دست می دهم. اگر زهرو در چشم آقای اکرم پس شود چشم سمی بغیر از تو دیگر کسی را نمیبیند. خواطر نشود. مادر شما دائما خودتان را فکر میکنید، مرا فکر نمیکنید. من هم همون را فکر دارم. یعنی آینده همون را فکر دارم. تو هم کمتر با عقل باش. شما هم طبیعی مرا خیره کردید. لیوینت ها با اون تو امروز گپ زدی؟ نه گپ نزدم، هیچ گپ نزدم کمیسر سرویناز. یا خدایا آخر به زنگ‌های من هم جواب نمیدهد. خواطر شدم. یا خدای تبا من هم خواطر شدم. یک من از تلفن خودم زنگ زنم. گداگ رفت. علیا سردارم. بله سردارم این بسیار خبر خوش. راستی تبریک میکنم. ینگه هله را هم تبریک میکنم. بله سردارم تا بازدید. خیر چی میگوید؟ میدونه چی؟ ینگه هله عاملدار شده است از اکای اونال. چی؟ یعنی اکای اونال پدر میشود، ینگه هله باشد مادر. اکنون سردارم از ذوق سیاه و کلتکل از گفتن آدم ها خلاص شد. از این پس با نیچه‌اش آواره شده فکر یگاه کس را نمیکنم. خانم سرویناز با اجازت شما من پیش سردار اونال میروم و برای نینیچک لباس میخرم. رو
асло унал аз калтаки лос даст намекашад он ҳале бошад аз ҷои омадааш боз мегардад унал боз аз ман мешавад ман ба иҷо беҳуда наомадаам мебинем ки дар ҳақиқат зоғи сиёҳ домуло зиё будааст агар ҳамин хел бошад дарҳол ба полис таслимаш мекунам амаки акрам агар фаҳмед ки наберад бо як сохтакор фотиҳа шудааш чӣ кор мекуним мебинем иншоаллоҳ ё худои тавба боз ин ҷавоб намедиҳад дар куҷо бошад ишқам ман омадам эй унал дар куҷо буди ин қадар дер кардӣ ишқам нигоҳ кун чиҳо овардем инҳо чистанд барои кӯдакамон харид кардем нисфи пули бозичаҳоро ман додам як аҳле дастат дардро набинад дар он ҷо гузор сардорам янга акнун ман меравам барои ҳамааш бисёр сипосгузорам худатро эҳтиёт бикун левин ташаккур майлаш ха ягон ҷо меовам охир ту чӣ кор кардӣ унал инҳо чистанд ишқам инҳо чизҳои дар давраи аввал лозим буда дар аз дучарха гирифтани буда аммо фурӯшанда гуфт ки аксессуорҳои поён мумкин нест яъне ҳоло то тавлиди тифлу калон шуданаш вақти бисёр аст бин ишқам ба инҳо нигар ба инҳо нигар кӯдакамон таваллуд шуда зуд калон мешавад охир як менигире ки таб роҳ гашта менигире ки баъд калон шудааст ба болои шифтҳо роҳ мегардад ин хел ҷаҳида дар рӯи диванҳо мегардад баъд мебинӣ ки афтидааст охир кӯдакон ин хел ҷаҳидаву парида калон мешаванд але охир ба орзуямон меразем алеҷон ба орзу ту ин қадар хандаовар буда ё худои тоба ҷонаки ман занакҷонам ҷонам ишқам ё худоҷон дар ҳақиқат имрӯз рӯзи ман буд сардорам унал ҳомиладор шуд селинҷон бошад гули ночизи маро қабул кард ҷонон шуд неки эва акнун чӣ кор мекунем ҷое надорем ки шаба рӯз кунем зӯро акнун бишин сарам чах зад чӣ кунам селин аз фикри девона мешавам чунин ҳис мекунам ки гӯё ба бобоям ягон воқеаи нохуш рух медода бошад тарсида истодам хайр ту ҳам ба ӯ нагӯ асло ман тайҳо қарорамро додам селин ба бобоям ҷудо шуданамонро мегӯям акнун дигар бисёр пинҳона мекунам наметавонам худаш чӣ гап аст дар ин нимишаб дар инҷо чӣ кор мекунӣ бобоям нороҳат шудааст ба ӯ об мебарам ба бобоям чӣ шуд чаро ман як рафта бинам не эс ту нарав зӯро ба ӯ чӣ шуд чаро ман бояд рафта набинам ин хел чунки чӣ бобоям барои ту ғамгин нашавӣ гуфтанамро нахост яъне ягон ҷои тарсаш нест аммо имшаб ба наздаш нарав аммо ман хавотир мешавам лутфан зӯҳро ту хабар додӣ гуфта баъд маро ҷанг мекунад охир доруҳояшро хӯрда хоб мекунад ман тамоми шаб дар наздаш мешавам лекин ваъда деҳ ки агар ҳолаташ бад шавад ба ман хабар медиҳӣ майлаш хавотир нашав аниқ хабар медиҳам бобоям маро интизор аст ман равам майлаш азизам дар бораи ҷудо шуданамон пагоҳ гап мезанам
میبینید دنبالازیا حالا زهرا رو خلاص بکن. چی شده؟ زاغ سیاه زهرا رو دزدیدیم. اگر خواهی که به او ضرر نهاید ساعت 4 به فابریکه محله بیو. رقمی تلفنی یزنه اون نال ها یزنه اون نال چند است؟ انا اکنون نوبت پلیس. اگر زاغ سیاه را دستگیر کردن خواهی ساعت 4 شب به فابریکه محله بیا. این آخرین فرصت توست، چون که زاغ سیاه به خارج فرار میکنند. زاغ سیاه اوی کلت کلاست را دستگیر کردم. کارت این رو برآورده پرتافتم رماش حالا است. این دفعه کارت حالا است. عشق من زود میویم. کلت کلاس رو دستگیر کرده جشنواره میکنم. بعد از این همه چیز مانند خواست تو میشود. الو سابینوس، خبر اومد. کلت کلاس به خارج فرار میکرده است. به حرکت میگذاریم. ساعت 4. خاطر نشه زهرا، تو را نجات میدیم. تو از کلت کلاس بودن زاغ سیاه باوری داری؟ خبر دهنده تنها زاغ سیاه گفته است. زاغ سیاه کلت کلاس است. از خودم باوری دارم. دستان رو بردار. دستگیر شد. قسم میخورم که دستگیر شد. آفرین اکیونا. به تو گفتم بردار. یگان حرکت ناجان نکن، نباشد نپرانم. حالا باشد آیسته آیسته به طرف من تاب خور. زاغ سیاه. یا که کلت کلاس میگفتم. نقابت را برار. با آخری کار آمده. آی کلت کلاس، این دفعه تو تمام شدی. نقابت را برار گفتم. او کی بود است؟ ای بچه تو کی هستی؟
بلا زند آخر زاغ سیاه داملازیا نبوده است افتش رو بینینا زهرا با این عاشق شده است روبو کالتکل است این تویی کارها چی خیلی؟ کارها برباد رفت به خدا قرضای ما رو با تو سپردنی بدیم اما کارها جزیر شدن مهم نیست روبو قرضت را میسپری خواهد نشو یعنی چی خیلی؟ اکا نقاب رو با من دو ما رو با اینجا روون کرد من بیگناه هم اوی کالتکل اسی بشرف باز مرا مسخره کردی ها؟ اکا من روم با کجا میروی؟ با کجا میروی؟ اونال 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 کجا شده باشه در بغل چی داری؟ تو کالتکل را از کجا میشناسی؟ بله الو شما کیستید؟ سلام حلی جان من سرویناز سرویناز؟ اونال در کجاست؟ گوش کنید حلی جان آروم باشید یکون جای تلاشش نیست میلش ما با اونال از قپای کالتکلوس بودیم چی؟ کالتکلوس؟ بله یک کس را دستگیر کردیم لیکن کالتکلوس نبوده است اونال حالا پرسپوز دارد یعنی وقتی به تلفن جواب دادن نداشت من زنگ زدم اما خواطر نشوید یکون جای تشویش نیست اونال بسیار هم خوب است بسیار آرام شدم یعنی معلوم که در شکاری کالتکلوس هستید آفرین با شما موفقیت خواهونم بلا زند آفرین اونال حیف بر تو بود این دفعه تمام انیق تمام پیش درا با ماشین سوار شو بله عزیزم من آمدم جوانم من آمدم بله زنک جان من آمدم تو در کجایی؟ تو رو ترک کردم اونال وعده داده‌ات رو نداشتی تو رو با سرویناز در شکاری کالتکلوس موفقیت خواهانم به من دیگر زنگ نزن برای گپ زدن هم کوشش نکن با خدا کسی ما رو با دام افتاندنی بود اما کی؟ شخصی که زاغ سیاه بودنم رو میداند یا شبهه دارد این خیلی ناامیدی به تو زیبنده نیست با خدا با سر گویی و شخصی از قصر میوید مثلا آن سمی لاغر دخترم بیخور آخر اشتها ندارم بابا جان یکان جای درد داره دپه نمیخواهم گفتم کو یکی تیفلت گروس نشده است اکنون با اونال همش تمام شد این دفعه تماما به آخر رسید اپا جان التماس غمگین نشه من با اون خونه برگشته نمیتوانم آخر عقلم نمیگیرد یعنی شخصی که صاحب طفل میشود چرا حالم از قفای کالتکلوس میدود آخر دینا گپ زدیم به من وعده داده بود راست میگویی آنونال به هیچ چیز لایق نیست حتی آدم نیست آدم
نمیفهمم، در حقیقت نمیفهمم. وعده داده بود آخر، با من وعده داده بود. حله جون، مردان حاضر زمانه چپ و راست رفتنشان معلوم نیست. طفلی در بطن بوده و دختری مرا غمگین میکند. آدم باشد که پدر شود. زورو اگر خواهی حاضر گپ نزن، شب گپ میزنی. بابایت بسیار عصبی است. به فکر من هم بابایم در این حال عصبی بودن زهرا به گپ زدن جسارت ندارد. یک راهش را یافته و بابایم نگفته آنها را آشتی کردن لازم است. سلامت باشی عزیزم. زهرا جان سلامت باش، شفا یابی. به فکرم زکام میشوم. تشکر. اگر دامولازیا بیمار شدن زهرا را فهمد آشتی میشده باشد. عزیزم بیمار هستی؟ به فکرم زکام میشوم بابا جون. امروز به کار نمیروم، کم ترک استراحت کنم. چشمانم سوخته شده. دامولازیا چخیل است؟ مدت زیاد شد که ما نخوردیم. بابا جان بعد از استراحتم گپ زنی میشود؟ مایلش. با اجازت شما. خواطر نشو، با تو گپ میزنیم. بله در اینجا همین خیلی نوشته شده است. از همین سبب گفتم. انا بین هجری 18 روز نکش. معلوم که دفتر و قلم رو تیار کرده. در سر سوال هست، زود پرس. اکا هجری بسیاری بد گازدی مگر همیشه سخن میگویم. تو خب کن، سوالت رو پرس هجری. استاد سوال من این خیلی از در اینجا یعنی یک دقیقه. لبای چه شد؟ زهرا بیمار است؟ خانم ملیس یک اسپند رو دود دهید، بالی موی چای کنید، همش میگذارد. آخر دامولازیا در برش بودنتان لازم است. خودش رو بد حس میکند. در این حال به شما احتیاج دارد. بعد از مشکلی های در بینتون شده خودش رو بسیار تنها حس میکند. بسیار غمگین است. خانم ملیس چون صحت شود همش میگذارد، هیچ چیز نمیمونه. خاموش کرد. یا خدایا توبه. جواب نمیدهد. ای سرویناد آخر چرا به حاله گفتی که ما در جستجوی کلتکلس هستیم؟ آخر اونال تو مشغول بودی. چون به تو زنگ زد فکر کردم که خواطر نشود یکم فکری بد نکند گفته این کار رو کردم. یعنی این کار رو چی جایی باهیمش هست نمیفهمم. از من جدا میشود. جدا. من نابود شدم. ملیس؟ ملیس چخیلی جانم؟ خوب خودت چخیل؟ خوب. من یک چیز پرسم. تو چرا جدا شدن زهرا و دامولازیا رو نمیخواهی؟ آخر زهرا مثل اپا هم است. یعنی خوشبخت شدنش رو میخواهم. راستش رو بگو. راستش رو میگویم. چرا برای من نمینگری؟ نگاه دارم کن. خیر تو چرا جدا شدنی آنها رو میخواهی؟ نه عزیزم چه علاقه دارد؟ جدا نشوند. ای بیومون خوب میخواهی کنی قایل شو. میخواهم. من با دامولازیا بسیار عصبی میشوم. مگر دامولو این خیل میشود؟ تو از همین سبب دامولازیا رو پی بردی یا که یگان شبهه داری؟ نه در اصل تو گفتگو کردن این آدم رو یک طرف گذار. دامولوی مسجد است آخر. آخر پدر جان شما را اینقدر شاد و خرسند دیدن چی زیباست نه؟ زهرا و دامولازیا یک آشتی شوند، باز توهایشان را کنیم. تو بد خرسندی مرا ببین. زهرا هم آمد. ما هم کمی پیش درباره تو گپ میزدیم. سلام. سلام. چیکار کردی؟ با دامولازیا گپ زدی؟
زهرا مشکلی های در بینتان بوده رو حل کردید ها؟ بابا جان ما کمی تنها صحبت کرده میتوانیم. مایلش گپ میزنیم یا رفتیم؟ مایلش پسرم مایلش. آقای کنعان اومدن. این در اینجا چی میکوبده؟ آقای کنعان؟ مایلش در آید. بابا جان بعد گپ میزنیم، حالا من رفتنم لازم است. مایلش دخترم گپ میزنیم؟ با اجازت شما. مایلش؟ السلام علیکم آقای اکرم. بخیر است؟ تو اینجا چکار داری؟ چکار دارم؟ آخر یکم نمیشود آقای اکرم. با چیزی نباشد ما خدای صبح بیاویم از طرف داماد هستیم. یعنی آخر با شما خدا پیشتر هم گفتم دامولازیا به صاحب نیست، ما از طرف او هستیم. عصبهایم خودش ویرانند، با تو سر کار گرفتن نمیتونم. یعنی از پس کارت شو، رو زود. آقای اکرم من آخر خودم اینجا برای کار آمدم. شنیدم که بین دامولازیا و زهرا این خیلی نافهمی خورد بوده است. میدانید در همه مناسبت این خیلی میشود کاری ما باشد. آنها را آشتی کردن. آشتی کردن؟ بله، آنها جوانند، غرور میکنند، از مورچه فیلم میسازند. مگر اینقدر مبالغه لازم است؟ نه و امایش هست. امایش نیست آقای اکرم. من اینجا شخصا جوانان را برای آشتی کناندن آمدم. تعریف نشود و موفق نشده هم دست کشیدن در طبیعتمان نیست، فهمیده؟ این کار چخیل می شود؟ بیایید فهمانم. سمی این کنعانش کیست ها؟ من یکم بار میبینم با آدم سوز مانند نیست و اما بسیار خوب، بسیار خوب. بله، اما اول دامولازیا رو به خوراک دعوت کردن اما لازم. نه دعوت نکنین. یعنی این خیلی زود دعوت نکنیم، کار داشتگی سفر. تو خاموش باش بیشرم. چی آخر از این باز چه خیلی کاری مهم می شود آقای اکرم؟ همین خیلی نه؟ دعوت کن، دعوتش کن. اگر دومروز همه فکر کرده باشد او از کجا فهمیده است آخر من در کجا اشکر شدم؟ یا خدا، این کنعان از من چی میخواهد؟ الو آقای کنعان؟ الو دامولازیا، در حال آمدنتون در کار در کجاه؟ ما در خانه خانم زهرا هستیم، زودتر باشید. مسئله حیات و ممات زود باشید. در خانه زهرا هستی؟ بله بله، زود باشید دامولا، در حال بیاید. خانم زهرا را انتظار نکنید. مایلش خدا توبه، کنعان دیوانه در این خانه چی میکند؟ باز با زهرا یکان مشکلی نارم. مرحمت. شب بخیر. شب بخیر. بیا نبین بیا. ای خدا جان، شکر که باز یک جا شدیم سردارم. دیروز که رفتی با آمدی هم قیادت کردم که سردارم. این خیلی نباید سردارم. آن یک روز به من مانند 1 سال شد. تنهایی درد سخت است. این خانه را بسیار یاد کردم سردارم. چیکار کنم؟ لونت، ینگه حالیت باز منو ترک کرد. شنیدم سردارم، بسیار غمگین شدم، اما کار شدگی شد. این کار رو باز از جهت خوبیش نظر کنید. جهت خوبیش چی بوده است؟ ینگه حالی رفت، من آمدم. تو خودت پزم؟ میپزی؟ یاردم کنم؟ شما فقط یان باش کنید دادرمونم. باشه.
دایم این خیل خورسندی نمی شود. بعضا جنگ و بحث ها میکنید. جنگ های شیرینی بین دوست داشته ها در طبیعت عشق است، اما خود را به دست داشتن لازم است. البته مهمش دراز نکشیدن است، پریشان نماندن. البته که در بین جدا شوی آلیده می شود. طبیعت دستین همین خیلی نه؟ با خدا بسیار خوب گفتید آقای اکرم، حق بر جانب شما. تشکر زیاد. یک برادری بسیار عزیزمان در یک سرودش میگوید که از من محبت نه، جانم را بخواه، آن را از خود بکن، هیچ گپ نمیگویم. یعنی برای عشق در کار شود، جانت را فدا میکنی. برای عشق مردن باید، بعد آن عشق میشود عشق. آقای اکرم از من نرنجید، با احساسات داده شدم. خفه نشدید. چی گفته ایستاده بودم؟ عشق را فهمانده ایستاده بودید. مانندی گفته ی آقای اکرم هم ما انسان های دنیاهای گوناگونیم گفته این خیل مسئله های خود را مشکلی نمی کنید عزیزان. من این خیل گپ گفتم ها؟ آخر آقای اکرم نگفته باشید هم میگویید دوستم. من برای این بجای شما با آنها مصلحت دادم. نفسم تنگ شد. عشق را چیزی با فهمانده ایستاده اید. صبر میکنی. کاری صبر است عشق. صبر مانندی تسبیح میگردانی یک تا. پدر چی گفته است؟ انتظار شدم که دوست می‌دارد. صبر در یک طرف، امید در یک طرف ماند. آفرین. خویجا بیا برادر با مرچکشک شده. این سری هشتم شفا دیودار نیست؟ عجب کینا بوده است. چیکار باشونه؟ مرچکشک شده. لبه فروخ. ها اونال اون کنعان دیوانه است. کی است؟ اون دیوانه کو با اینجا آمده است پسرم؟ او در آنجا چی کار دارد؟ آخر چی دانم؟ این داملازی ها با زورا قهر شدن، آنها را آشتی کردن میخواسته است. خوبو دیوانه کنعان چه علاقه دارد؟ چه علاقه دارد میگویی؟ این کنعان دیوانه داملازی ها را بسیار دوست میداشته است. هر دویشان را آشتی میکنه میگوید. یا خدایا توبه. کنعان دیوانه در آنجا بوده است. من به تو زنگ میزنم. اوه چی شد؟ سردارم کنعان دیوانه با خانم سلن در یک جا بودن نمیتواند. لبن اجازت نمیدهد. با کجا؟ پسر با کجا میگویم؟ در کجا آمده بودین؟ من میگویم که جوانان را آشتی کننده تاریخ توی را معلوم کنیم. توی؟ من هم باید با توی تیاری بینم. توی؟ بینید هر دویشان چکل در هیجان افتادند. این چه علاقه دارد؟ آخر آقای کنعان. بله دامادازیان ما میکنیم. از طرفی داماد هستیم. من میکنم. توی را من میکنم. نه توی را من میکنم. شما چی میگوید آقای اکرم؟ چی میگوید؟ در کجا دیدید که توی را طرفی دختر کنند؟ توی را طرفی داماد میکنند؟ شاید اویلادار شده نمیخواهند. یعنی یک طرز این طرفهای مقابل رو بحث کردن لازم نیست. داماد را گیر احمد. کاری تو چی؟ چی گفتنی اویلادار شدن رو نمیخواهند؟ این چی گپ؟ اویلادار نمیشوند. این خلاص فوتیه گشته نمیشوند. آفرین آقای کنعان. یعنی آقا این مرا آقا نگو. داماد را گیر گفتم. به شرف احمقین رو انتظار است. از جدا شدن ما چقدر وقت گذشته است و اینها تا حال درباره توی ما گپ میزنند. انا یا با گرسیا. چی شد استاد از یا ما جدا شدیم چه خیلی توی؟ خانم زهرا جدا شدنم رو حالا هم نگفته؟ مرحمت شما گویید. آن روزی توی را گپ زنید آخه؟ یک دقیقه گپ زدن باشد گپ میزنیم و این خیلی خاصی شما نمیشود. اوف بابا جان چی فرق دارد مهم اویلادار شوند؟ فرق دارد. فرقی کلان دارد.
توی نبیرم رو دیگر کس کردن نمیتواند. من حالا نمردم. آقای اکرم عیب میشود آخر این که دیگر کس نگوید، یعنی از طرف داماد هستیم گفتیم لطفاً. یک دقیقه شما چه خیلی از طرف داماد میشوید؟ دامولا زیا را پرسید ها؟ رازیگی او هست؟ یعنی حالا همین خیل شده ما؟ دامولا زیا شما راضی هستید؟ چه خیلی روزیگه؟ از زهرا پرسیدید که عجب با اویلدار شدن میخواهد یا نه؟ یعنی در دامولوزیو آخر نشانه های اویلدار شوی معلوم نیست؟ نه این خیلی نیست. شما جدا نمیشوید. زهرا شما یکدیگر رو دوست میدارید ها؟ چه خیل جدا شدن؟ چه خیل؟ یگان خیل جدا شدن نیست، چه خیل جدا شوی؟ یا خدای توبه نه؟ از شما میپرسیدم آقا؟ مجبوری نیست؟ مجبوری اپا؟ عملیست. ای بس کن. چی مادر؟ یعنی با فکری من تو دمت را گیر؟ با تو کی اجازت داد که گپ زنی؟ دامولا بسیار اصولی خوب است. دوام ده. شما چی ها گفته ایستاده آقای فروخ؟ آخر دامولا نمیفهمند. دوام ده. آخر شما فکر چی رو داره؟ نفهمیدم. در بینمون موند دامولا. فهمیدم. میلش چی میلش فروخ؟ با تو چی تولی؟ با ما دخالت نکن. آقا مناسبت شما هم ویران باشد، حالا چون آماده هم گپ نزنم؟ نه مناسبت ما ویران نیست، همش خوب است، خدا را شکر. این کار نمیشود، بهوده مجبور نکنید بابا جان. میشود. ها آقای اکرم با خدا حلال باد. باید شود. از خود زهرا پرسید که نمیخواهد یا نه؟ آی میخواهد. خودش گوید. یک لحظه اگر اجازه دید من همش رو اشکارا با شما فهمونم. هیچ کس از جایش نچوبد. راتون رو بیرد آمد. بس بولتنته می بس خیلی سال شوه. آی خدا شکم شما کیستید؟ از ما چی میخواهید؟ از شما چیز نمیخواهن آقای اکرم، از من میخواهن. این بیشرفا دشمنان من هستند. بیشرفا دل و گرده نکردن که با مقابلم برایند. این خیر یک طرفی ضعیفی هم را یافتند. بسیار گپ نزن، پیش درو میروه. ادم شو. وکا این دختر رو هم گیره؟ میگیره، زیبا بوده است، در راه خوشحالی میکنه. دختر رو سرده نباشه شما رو همینجا پاره میکنم. من را گوش کن کنعان، سلاحت را پایان کن که میپرانم. دختر رو سرده در جایت ایست، قهرمانی نکن که میکشمت. با جایت چین حاضی تو رو میکشم. تو ما رو پراندن نمیتوانی. آن سرداری به ناموسات ما را زنده میخواهد. درست، اما قصدی دوستم را گرفتن نمیماند. تو یک جان را گرفتی، اکنون نوبت من. دختر رو سرده گفتم. نبیرم رو سردید. آی دمتون رو گیره. وزیر همتون رو یک تا به یک تا بکشم. بس بگو بس که بپرونم. های کن بچه های کن. اگه چی به اول منت کرده نایسودی بچه؟
گوش کن برادر، رفیقت رو پرون میفهمم، غمگین شدی. غمگین نیستم، عصبیم. قصاصی دوستم رو میگیرم. مدام جان کسی رو گرفتنی، دختر رو سرده، مرا گیر. وای وای، با فکرم قهرمان اینجا تو هستی. این دختر با تو کی میشود؟ فاتحه شدم. بسیار دوستش میداری. بله بسیار دوست میدارم. از جانت هم زیادتر؟ برای از جانم رو دریغ نمیدارم. حلالت بود. این خیلی عشق در این دور. گر رو دراز نکنه، دختر رو سرده. خباتیر نشو، دراز نمیکنم. با من زنده هم با ضرر رسوندن نمیتوانی. میخه بایلش کدامی که مردن میخوایی.